اینجا از تماشابین ما سوال آمده است و میگویند که خواهش میکردم که زودتر جواب گویید. من با همسرم جنگ کردم و گفتم که گم شو، دفن شو و برو شوهر کن. آیا نکاح ما قطع شد؟ سوال میگویند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد این لفظهای کنایه هست. لفظهای طلاق داخل می شود. صریح یعنی صراحتاً لفظ طلاق را به زبان می گیرد و کنایه از طلاق یعنی به خانه رو، تو برای من حرام و مانند اینها کنایه از طلاق است. اینها احتمال است که طلاق می شود، احتمال است که طلاق نشود و بعض علما میگن که اگر در حالت جنجال باشد در اینجا قرینه هست که طلاق واقع می شود. لیکن اکثر علما میگویند که در اینجا نیتی شوهر به حساب گرفته می شود، به نظر گرفته می شود که چرا در نظر داشت. اگر فقط یک نوعی مثلا در بالای غضب فقط رو خانه پدرت رو، مقصد طلاق و جدایی نیو، یا مدت مقصد از چشم من دور شو، همین چیزها رو در نظر داشته باشد، طلاق نمی غلطد، طلاق نمی افتد. و اگر واقعا طلاق رو نیت کرده باشد طلاق می افتد. به هر حال مسئله طلاق مسئله نیست که یک انسان سوالش به واسطه تلفن و به واسطه این خیلی دهد و جوابش گیرد و با همین قانع شود. مسئله طلاق مسئله که باید به نزد اهل علم با همسرش می رود